دوستان یه سری از اشبازای عزیزمون کفتره که میپرونن، صبح که میپرونن کفتر میره و شب پایین نمیاد، فردای اون روز میاد رو گنجه میشینه. و میخواستم بگم که این مدل کفترها که خیلی ها دارن و خیلی هم بهش افتخار میکنن و تو فضای مجازی هم میان توضیح میدن که بله این کفتر رفته و شب نیومده و فردا اومده. خب این کفتر که دیگه به درد، از نظر من به درد گروبندی نمیخوره. حالا هر چقدرم که بگه این کفتر ساعت زده و فلان زده، از کجا معلوم که این کفتر هرز ننشسته باشه و فردای اون روز نیومده باشه؟ به هر حال به درد مسابقه نمیخوره از نظر من.